توی ویدیو قبلی ازتون خواستم برام کامنت بذارید که ویدیو بعدی آموزش چی باشه و شما اکثرا از من درخواست تدریس زمانها رو داشتین. توی این ویدیو قراره 4 زمان ساده رو درس بدم، پس تا انتهای ویدیو همراه من باش. زمانی که قراره بررسی کنیم پرکاربردترین و مهمترین زمان در زبان انگلیسیه. چرا؟ به خاطر دایره زیاد استفادهش و اون زمان حال ساده یا سیمپل پرزنت هستش. حال ساده برای چی انقدر زیاد مهمه؟ بنا به کاربردشه، چون خیلی جاها از سیمپل پرزنت میشه جمله ساخت. این دوتا نکته رو رعایت کن. یک، دلیل استفاده و جاهایی که میشه ازش استفاده کرد رو خوب بدون. دو، فرمول مثبت، منفی و سوالیش. بعد اون موقع میتونی به راحتی از اون زمان توی جملاتت استفاده بکنی. حالا این حال ساده چیه و کجا استفاده میشه؟ مهمترین کاربردش برای بیان روزمره و روتین انسان استفاده میشه. کارهایی که دائما در حال تکراره. مثلا تو شبا همیشه میخوابی، صبح یا صبحانه میخوری نمیخوری، یک ساعت مشخص میره. عادت‌ها یا روتینت که از گذشته تا الان و تا آینده حتی ادامه دار هستش. پس برای بیان روتین کاربرد اول. دومین کاربرد برای بیان واقعیت در مورد خودت یا حقیقت علمی. مثلا آب همیشه در دمای 100 درجه به جوش میاد، از گذشته تا الان، در آینده هم همین خواهد بود. پس چیزی که زیاد عوض نمیشه و روتینه و دائما در حال تکراره. حالا بریم سراغ فرمولش. زمان حال محدود زمانهایی هستش که استثناء داره، یعنی باید فاعل ها رو جدا از همدیگه یاد بگیریم. برای فاعل های I, we, you, they فعل به شکل ساده میاد، به هیچ عنوان امویزار یا چیز اضافه ای نمیاری. مثلا I go to the gym every day. I drink 8 glasses of water daily. روزانه در مورد عادت‌هات صحبت می‌کنی. فقط نیازه که فاعل رو بیاری و فعل رو به شکل ساده. برای سالی و منفی کردنش چی کار می‌کنیم؟ برای سالی و منفی کردنش نیازه که با دو سالی بشه و با don't منفی بشه. پس یادت نره برای سالی و منفی کردن امویزار رو نیاری. تا زمانی که ما امویزار رو ندیده باشیم نمیتونیم برای سالی یا منفی کردن چیزی ازش استفاده بکنیم. حالا بریم سراغ سه تا فاعل بعدی، یعنی she, he, it. بعد از اینها فعل s یا es میگیره. مثل چی؟ مثل she goes, he buys, it starts. s یا es فعل رو جا ننداز. برای سالی یا منفی کردنش نیاز does یا doesn't باشه و اون موقع s یا es فعل گرفته میشه. در واقع فعل حالت base verb, base formش میگیره، یعنی ساده میشه. حواست باشه حتما s رو حذف کنی. مثل she doesn't drink, he doesn't sell, it doesn't finish. پس اس و اس فعل رو بنداز. خب حالا که حال ساده رو یاد گرفتیم، بیا بریم سراغ گذشته ساده. گذشته ساده یا سیمپل پس چیه؟ کاریه که تو گذشته شروع شده و تموم شده، یعنی دیگه وارد زمان نزدیک به زمان الان یا داخل الان نمیشه، تموم شده. خوردم، رفتم، خریدم، تمام. حالا فرمولش چیه؟ فاعل به علاوه فعل گذشته. حالا اینجا فعل گذشته به دو دسته تقسیم میشه. افعال با قاعده که دی یا ایدی میگیره، مثل want, wanted, wash, washed, watch, watched. درسته؟ یا فعل های بی قاعده که باید حفظشون کنیم، مثل go, went, eat, ate, come, came. پس افعال رو باید در نظر داشته باشی، یا دی و ایدی میگیره یا شکلش حالت گذشته بی قاعده میشه، شکلش عوض میشه و در واقع باید حفظشون کنیم. حالا گذشته دوداست چیه؟ دید هستش. زمانی که دید میاد فعل کاملا ساده میشه، یعنی از حالت گذشته خارج میشه. ما جملات سیمپل پس یا گذشته ساده رو با دید منفی میکنیم و با دید سوالی میکنیم. به محض حضور دید فعل ساده میشه. مثلا I went to the party last night. I didn't go to the party last night. Did you go to the party last night? به محضی که دید میاد در واقع فعل حالت ساده یا بیس فرمش رو میگیره.
که حال ساده و گذشته ساده رو یاد گرفتیم، بیا یه آینده ساده هم یاد بگیریم. چیه اون ویل؟ خیلی رایجه و استفاده میشه. فرمولش به چه نحوه؟ فاعل به علاوه ویل که مخففش هست آپاستروف 2 تا ال به علاوه فعل به شکل ساده. حتما دقت کن که فعل بعدش نه ای اس میگیره نه آی ان جی میگیره، هیچ تغییری نمیکنه. و به چه شکل ترجمه میشه؟ مثلا ویل کام خواهم آمد، ویل بای خواهم خرید. حتما اون خواهمه رو استفاده کن که توی جلسه بعدی که کانتینیوس ها یا استمراری ها رو درس میدم قاطی نکنی. پس با ویل با خودش سالی میشه و ویل نات چون خیلی طولانیه اصولا از مخففش استفاده میکنن که مخففش چیه؟ won't هستش و برای آینده استفاده میشه و خیلی هم راحته. پس فرمول فاعل به علاوه آپاستروف 2 تا ال به علاوه فعل ساده برای سالی کردن ویل میاد اول، ویل فاعل فعل ساده و برای منفی کردن فاعل won't به علاوه فعل ساده. ما حال ساده، گذشته ساده و یه آینده خوندیم. حالا بیا یه گذشته دیگه هم بخونیم که به نوعی اینم ساده است. چون چی اسمش؟ present perfect. بهش میگن حال کامل یا ماضی نقلی. حالا این چی هستش؟ خیلی ها با present perfect چالش دارن. من ترجیح دادم این 4 تا رو با هم بگم تا درکش براتون راحت تر بشه. present perfect چیه؟ چه فرقی با simple past داره؟ ببینید برای بیان تجربه از گذشته تا الان من نمیتونم از simple past استفاده کنم. اگه من بگم I traveled to Tehran last summer، فقط بیان کاری که در گذشته انجام دادم رو دارم به زبون میارم. سفر کردم و تموم شد. حالا اگه بخوام بگم دفعه چندم بوده که به تهران رفتم، یا مثلا بگم من هرگز تا حالا سوشی نخوردم، تا لحظه صحبتم در مورد تجربیاتم از گذشته تا همین لحظه صحبت بخوام بیانش کنم، بهتره که از زمان present perfect استفاده کنم. پس دلیل کاربردش برای بیان تجربیاتمون هستش از گذشته تا لحظه حال. حالا فرمولش چیه؟ فاعل به علاوه have و has به علاوه PP past participle قسمت سوم فعل. هر فعل شامل 3 قسمت فعل های بی‌قاعده در واقع. یکی که عادیه مثلا go قسمت گذشته که تو simple past استفاده میشه، went و فقط توی simple past استفاده داره، و قسمت سوم gone. حالا اون فعلایی که ایدی میگیرن با قاعدن قسمت سومشون هم ایدی دار باقی میمونه. پس برای سالی و منفی کردنش چیکار کنیم؟ have و has رو میاریم اول جمله، فاعل به علاوه پی پی. برای منفی کردنش چیکار میکنیم؟ فاعل haven't و hasn't به علاوه پی پی. حتما براتون توی دیسکریپشن میذارم یک درس شورتسی بهتون دادم، یک ویدیو شورتسی هستش در مورد کاربردهای have و has. حتما برگردین اونو نگاه کنید که اونجا میگم که کجا از خود have و has استفاده کنید برای سالی، کجا do does بیارید. خب یک چیزی که خیلی رایجه توی پرفکت مخفف نویسی have و has. مخفف have ve، مخفف has آپاستروف اس که به شکل is هستش. و من از کجا میفهمم این is نیست؟ از اون فعل بعدی که به شکل حالت سوم در اومده. مثلا من میخوام بگم که من تا حالا 3 بار به کیش سفر کردم، میگم I've traveled to کیش 3 times. 3 بار رفتم کیش. یا مثلا میخوام بگم تو هرگز این فیلم رو ندیدی، You've never watched this movie. دارم از بیان تجربه. یا ازت میخوام بپرسم تا حالا سوشی خوردی، Have you ever eaten or tried sushi. میبینید پس یکی از مهمترین کاربردهای present perfect بیان تجربیات از گذشته تا لحظه حال. بیا یه مرور سریع داشته باشیم روی زمانها. گفتیم simple present برای بیان عادت و واقعیت ها. simple past کاری که در گذشته انجام شده و تموم شده. آینده ساده will اتفاقی که اتفاق خواهد افتاد در آینده. present perfect برای بیان تجربیات یا چیزایی که تا الان ما انجامشون دادیم تا لحظه صحبت. حالا برای اینکه بهتر درک بکنیم ما میایم با یک فعل این رو صرف میکنیم و در زبان فارسی هم به زبان مادریمون ترجمه میکنیم تا درک بهتری داشته باشی. خوب دقت کن. I go من میروم، یعنی دائما در حال انجام اون کار. من هر روز پارک میرم، عادتمه من صبحانه میخورم. اول فعل میدم که دائم در حال تکرار روتینمه.
I went من رفتم تموم شد. من رفتم، خریدم، خوابیدم، در گذشته تموم شده. I will go من خواهم رفت در آینده. درسته؟ I've gone من رفته ام. ببین اونو میگم رفتم، اینو به فعل he میدم. من رفته ام. تا حالا من 4 بار کیش رفتم. من تا حالا 2 بار سوشی خورده ام. به فعل he میگیره و ام. برای درک بهتر تو هم یه فعل که روش مسلطی مثل come, eat یا اگه سطحت بالاتر فعلای بهتر بردار و صرف کن. به این کار میگن صرف فعل و برای تثبیت زمانها بسیار موثره. تو این ویدیو قصد داشتم که اولین و ابتدایی ترین و ساده ترین حالت زمانی رو به تو درس بدم. این زمان ها مسلما کاربردهای بیشتر و جزئیات بیشتری داره، شامل قیدها، شامل کاربردهای 2 3 و کاربردهای زیادتری داره، ولی اینها مهمترین کاربردها هستن و توی درک اولیه این زمان ها بسیار بهت کمک میکنه. پس حتما این ویدیو رو تا انتها اگه دیدی برای خودت مثال بنویس و اون صرف فعل رو انجام بده. توی ویدیو بعدی میریم سراغ حالت استمراری این زمان ها و توی ویدیوهای بعدی سعی میکنم حالت پیشرفته ترش رو بهت درس بدم. اگر از این مدل ویدیوها و آموزش ها خوشت میاد حتما برام کامنت بذار و بهم بگو که این مدل ویدیوها برات مفید هست یا نه. مرسی که تا اینجای ویدیو همراه من بودین. ویدیو بعدی میبینمتون.